نام خداوند بخشاینده و مهربان. انشاءالله که دوستای عزیز صحت و سلامت باشین، چی در افغانستان و چی در خارج هستین. و خداوند را باز هم شکرگزار هستم که در خدمت شما دوستای عزیز قرار گرفتیم و شما را هم خوش آمدید میگم در این برنامه. و ما درباره صفات حروف بحث داشتیم که صفات محسنه را قرار است در درس‌های بعدی بخوانیم و صفات ذاتیه را خواندیم که صفات ذاتیه دارای 17 صفت بودن که 10 در بینشان با هم متضاد بودن و 7 دیگهشان متضاد نبودن ولی غیر متضاد بودن ولی هر کدامش خصوصیت خودش را داره که انشاءالله که امروز این صفات هم به اتمام میرسه. ما فقط صفت قلقله را خوانده بودیم که قلقله به معنی جنباندن و یا تکان دادن حرف. وقتی که ما میگیم اقا و گفتیم که حروف قلقله 5 تا هستن که حروفی که مربوط استعلا میشه، حروفی که مربوط استعلا میشه نسبت به زیادتر نسبت به حروف استفال قلقله میشن. و خدا کنه که دوستای عزیز فهمیده باشین. و امروز صفت صفیر میخوانیم. صفیر به معنی سود زدن و اگر سود نمیفهمین اشبلاق، یعنی سود اشبلاق یک چیز است. و صفیر دارای 3 حرف می باشد که زین است، زی است، سین است و صاد است. در انگام تلفظ هی 3 حرف ببینید که یک صدای بسیار متفاوت تولید میشه. از، اس و دیگه خدا کنه ایرم فهمیده باشین. صفت دیگه که هست لین است. لین به معنی نرمی. به معنی چی؟ به معنی نرمی. وقتی که ما حرفای لین ادا میکنیم بسیار به نرمی و بسیار به شکل درستش ادا میشه، به یک شکل بسیار عالی ادا میشه. وقتی که ما در سوره فاتحه که است ولا الضالین ببینین که چقدر به زیباییش ادا میشه. واقعا یک صفت بسیار متفاوت است از نظر من بده. و ناگفته نمانه که صفت لین فقط در حرف یا و واو ساکن، یا ساکن ما قبل زبر، واو ساکن ما قبل زبر. و او مخارج نیست که ما در درس‌های گذشته خوانده بودیم. اونا رو گفتیم که هرگاهی که ما قبل یا ساکن زیر و ما قبل واو ساکن پیش باشه این حروف از جوف دهن ادا میشه. او مخارج بود ولی این مربوط صفات حروف میشه که ما گفتیم لین هرگاهی که گفتیم ما قبل حرف یا ساکن زبر و ما قبل واو ساکن هم زبر باشه در این صورت صفت لین ادا میشه. زمانی که ما میگیم قریش قبل از یا ساکن چی بود؟ زبر بود. در مثال دیگه که با واو است من خوف ببینیم که قبل از واو ساکن هم زبر است. و مخرج دیگر هم استعلاله است. استعلاله به این معنی استعلاله فقط دارای یک حرف می باشد که دال است، یعنی انگام تلفظ یک حرف انگام تلفظ دال از اول مخرج الی آخر مخرج یک صدا پخش میشه. و وقتی که ما میگیم ببینیم یک صدای بسیار جالب داره و این از تکرار زیاد میتونین این صدا را بفهمین و تشخیص بدین.
و دیگه صفت که است به نام صفت انحراف است. انحراف در زبان فارسی همگی ما که میفهمیم به معنی تغییر مسیر، یعنی مسیرش تغییر میافته. زمانی که ما حرف و انحراف دارای دو حرف است که لام و ری است. در انگام تلفظ لام و ری انحراف پیدا میشه، یعنی تغییر مسیر پیدا میشه، دیده میشه. و در حرف لام انحراف یا مسیر تغییر نسبت به حرف ری زیادتر و بیشتر است. وقتی که در وقت در وقت تلفظ حرف فهمیده میشه. وقتی که بگین ببینیم بسیار زیاد تفاوت داره و این دو حرف چی هستن؟ صفت انحراف را دارن. و بعد از صفت انحراف صفت دیگری است به نام تکرار. تکرار از نامش پیدا است، فقط در حرف را این صفت دیده میشه. زمانی که ما بگیم ببینیم یک قطع صدا میشونه، مو رو به نام چی میگن؟ تکرار میگن. و دیگه صفت است به نام صفت تفشی که صرف در حرف شین است. تفشی یعنی چی؟ تفشی به معنی انتشار صدا یا بخش صدا. زمانی که ما میگیم ببینید صدا انتشار پیدا میکنه. و با یک تکرار کوتاه هم می داشته باشیم. گفتیم سفید دارای 3 حرف است. سفید به معنی صوت یا اشپلاق. و دیگه صفت ما لین بود که لین به معنی نرمی. 2 حرف بود که یا ساکن ما قبل زبر و ساکن ما قبل زبر و بسیار به نرمی ادا میشه. و مثالش هم گفتیم خوف، قریش. و دیگه صفت که بود صفت استلاله بود که صرف در حرف داد است و از اول مخرج الی آخر مخرج یک صدا به وجود می آید. و صفت دیگه به نام انحراف بود، یعنی تغییر مسیر. تغییر مسیر به این معنا که در انگام تلفظ زبان ما یک انحراف یا تغییر مسیر پیدا میکنه. و دیگه انحراف که گفتیم بعد از انحراف تکرار است. تکرار خب همگی میفهمه. این صفت صرف در حرف را است که وقتی که بگیم ببینیم که تکرار به وجود می آید. و دیگه صفت تفشی است که او هم فقط در حرف شین است. تفشی یعنی به معنای انتشار صدا. وقتی که ما میگیم ببینید صدا انتشار پیدا میکنه. و دیگه این صفات را خواندیم که صفت قلقله بود، صفت لین بود، استلاله بود، انحراف، تکرار و تفشی. و خدا کنه که دوستای عزیز اینا را فهمیده باشین و قرار است از این بعد یک قرائت در آخر برنامه داشته باشیم و شما هم موفق در دنیا و آخرت باشین. شما رو به خداوند بی همتا میسپارم. شب روز شما بخیر باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله